رمز در ادامه دادنه. ادامه 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 ادامه. رمز تو هر کاری ادامه اگر میدادیم، چه کاریه که با ادامه دادن نشه؟ ما یا یه چیزی رو میخوایم یا نمیخوایم، از این دو حال خارج. شما هر جا که اما و ولی و منتها و آخه و اینا میاری همش میره تو کاتگوری نخواستن. خواستن مثل خواستن بچه است. دیدی یه چیزی رو میخواد، چه جوری میخواد، براش نمیخری، خودشو میزنه زمین، گریه میکنه، قلط میزنه، اصرار میکنه. شما اگه اون بچه رو خدای نکره با تنبیه هم به منزل ببری، با تهدید هم بهش بگی که اگه این لجبازی رو ادامه بدی فلان ازت میگیرم، بازم تنبیهت میکنم، موقعی که برای غذا صداش میکنی نمیخوره، قهر میکنه. انقدر به این خواستن ادامه میده تا شما تسلیم شی، بگی بیا بابا بیا بریم برات بگیرم، دیوونم کردیم. ببینید، یا ما هدف داریم یا بهانه. تموم شد و رفت. معلومه که یه راهی رو میری